حاضر مثلا تئاتر در فکر آن است که یک نمایشی آماده کند که آدمش کم باشد، خراجاتش کم باشد، امکانیتش بیشتر باشد که سفر روند، نقلیات خردتر گیرند که سوزشواری کمتر رود. یعنی همه کار کنیم. دیگر هنر نیست، خب چی بگم، تربیت فرهنگی نیست، معنویات نیست. یک کاری کنیم که رویم اقلا نقشه پولیمان، چون که اگر نقشه پول اجرا نشود، هرچند بسیاری ها کوشش کردند که فرزندانشان مثل خودشان شوند، اما نشد. در ما یک عادت بسیار بد است، همچنان که در نمازهای عید از مساجد ما پلان میخواهند، یعنی باید نقشه را بود کنند، میگردند رقصمان گفتن و ایران تئاتران هم میگویند پلان دارند، در حالی که همگان میگن که چه به جوانان کتابخانه نمیروند، چه به جوانان تئاتر نمیروند. و شما در چند اینترویوتون گفتید که هیچ وقت تئاتر بیننده خاصی خدا پیدا نمیکنه. هیچ وقت در هیچ زمانی، من چندین بار گفتم، تمام مردم مخلص تئاتر نبود و تئاتر نمی آمد، خاصه ها می آمدن. تصور کن مثلا نقشه مالی تئاتر 300 چند هزار، 380 350 هزار. از همان روزی که به تئاتر اجبارا آوردن بیننده شروع شد، تئاتر بیننده خود را از دست داد. یک بار با دقت نمایش‌های تئاتری تماشا کن، بعد خواهی فهمید که کدام نمایش هست، کدام نمایش گفتن. من حتی نمایش‌های هست که من دیدم قریب گریه میکردم. کلا زیدی فرهنگ تاجیکی بود، کلا زیدی ملت تاجیک بود. برادری روزنامه‌نگار، تو چند نمایش دیدی که برنامه تئاتری میکنیم؟ 2 سال آخر رفتیم، شاید امکانات پیدا میشد نرفت. من نمیدونم، حاضر من نمیخوام از خودم قهرمان سازم که من هیچ جا نمیرم، من اینجا میمونم، من فلان بسم الله. نه. در سنگ مزار شما باید چی بنویسند؟